دوستان عزیز، خطاگیایی که 1100 سال پیش در سلاله دولتداری سامانیان سر زد، دولت را از بین برد. انا همون خطاگی از بعد 1100 سال باز تکرار شد. تحقیق کردن نمانده کار، آموختن نمانده کار. گناهکار یا کی است؟ کدام آمیرها بودند؟ جای وای نیست از بیرون راهبری کرده. برای این تاریخ است. در جنگ دوم جهان 300,000 شهروندان جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند. از همین قریب 100,000 هفتیده است. لیکن در جنگ شهروندی ما زیاده از 150,000 هفتیده است. 1,000,000 فراری شدند. این خطر آزی تا حاضر آفتهای همون بدبختی را ما تا حاضر پورا برطرف نکردیم. کسی یگان چی باید گویا که همین خیلی بود گذشت، حالا که فراموش کردیم. کی آموختنش کار؟ سبب چی بود؟ یعنی در ظرف 75 سال همین خیلی آدمان سرکردگان حزب تروریستی 40-50 ساله بودند. اونا در کجا تولد شدند؟ در کجا به وای رسیدند؟ کدام مکانیزمی را آموختند دکتر؟ این عالما میکنند، سیاست شناسا، فیلسوفا. کدام مکانیزم های زمان دولتداری زمان با چی کمبودیا را دادند که برای چی بدون اون دولت چگونه ایدئولوژی بود؟ برای چی یک بار در یک سال هم نشد؟ سال 91 عالی شوروی برای نخورده این چیزها در ما سر زد. در کجا چی کمبودی بود؟ ما اثبات کنیم و پیشنهاد کنیم که رهبریت امروزه و آینده دولت حکومت تاجیکستان با چنین خطاگی‌ها راه ندهد. سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. اکنون مقصد من این نوار رو ماندنش برای چی بود؟ ما امروز یک موضوع داریم با نام تاریخ را باید گفت و این نواره که پیشکش شما هموطنان عزیز کردیم. یعنی امام علی رحمانوف چیکار میکند؟ متهم مخالفین خود چیکار میکند؟ متهم میکند که همون تروریستا یا اکستریمیستایی بودن که امروزا حکومت ما طول 28 سال شد که پیش نمی روند. و برای شما هموطنان عزیز، علل خصوص برای جوانان، برای پیرانسالانی که از سن سالشون از 50-60 بالا رفتن، برای اونها ما یگان پیشنهاد هم نداریم و نمایش هم نمیدیم، چون که تا امروزه اون نفرها شاید حادثه بودن، شاید قتل کشتارها چی از طرف فرانت خلقی چی از طرف مخالفین بدن و با اونها من یگان چی ندارم، نمایشی ندارم، چون که اونها گفتی همون رحمانوف گناهکار اساسی خودی اونها است و من نمایش میدیم و تاریخی که از سالی که استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما استقلالیت خود را به دست آورد، من میخواهم که به نسل جوان، به نسل جدید نشان بدیم که چی واقعه ها گذشت. اکنون ما نوار تماشا میکنیم هموطنان عزیز همه کسا، بعد برمیگردیم به ادامه صحبت خودمون. به احساسات باید ما راه ندیم، یکدیگرفهمی باید باشد. پگاه جلسه شورای عالی که سر شد، کسی گناهکار است در نزد قانون باید جواب گوید. این جلسه آخران باید باشد رفیقان، برای نقطه گذاشتن جلسه آخران باشد. اجلاسیه 16 شروع شد در سال 1992 ماه نوامبر بود و در اینجا خطی رحمانوف چیکار کرد؟ دیده سخنرانیش با همون با قول بعض مردم با همون کسرمچه بورکش و رحمانوف در اینجا گفت که چی کدومه که چی گناه کرده است یا که گناهکاری اساسی خودی ما هستیم و کسی که گناه کرده است جواب ده در نزد قانون و چیکار کنه و همدیگر رو ببخشید. و اینجا ماهی نوامبر سال 1992 وقتی که رحمانوف چیکار کردن؟ رئیس شورا انتخاب کردن و بعد سال 1992 رحمانوف چیکار کرد؟
نوار تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت خودمون. نقطه اوج اجلاس 16 در خوجند آشتی طرفهای درگیر بود. فرماندهان فرانت خلقی و اتحاد نیروهای مخالفین با هم دست دادند، سوگند برادری خوردند و پرچم کشور را بوسیدند. اما برابر به پایان رسیدن اجلاس 16 شورای عالی در خوجند، درگیری‌ها با نیروی دوچند شروع شدند. حکومت نو که به آن همچنین نفرانی مشهور در عالم جنایی شامل بودند، سوار تانک‌های ازبکستان و دستگیری نیروهای هوایی این کشور به پایتخت تاجیکستان وارد شدند. 16 آنچنان که انتظار می‌رفت صلح‌آفرین نشد، اما نقطه آغاز دوره امام علی رحمان بود. اکنون ببینه که رحمانوف یعنی سابق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمان ابیوف بود و اون نفر به استعفا روان کردن و از ولایت کلوبی همون پیشوقتینه یعنی رحمانوف پیشنهاد کردن چیکار کردن موقتی یعنی که رئیس شورای جمهوری تاجیکستان شود، یعنی اجرا کننده پرزیدنت شود. و چیکار کرد رحمانوف؟ و رحمانوف بعدی رئیس شورا شدن چیکار کرد؟ با خوجه های خارجیش بگیم چیکار کرد؟ اومد جنگ سر کرد. و نواری که در اول ما مونده بودیم که گفت که با خوجه های خارجی اومدن مردم کشتن و این به خودی رحمانوف تعلق دارد که چیکار کنه؟ ببینه و فرزندای اون نفرم ببینه و نفرهایی که امروز دعوا میکنه که رحمانوف صلح آورد، رحمانوف این طور آورد و باید ما پیشکش شما بگردونیم. و اکنون یک نوار دیگر ما پیدا کردیم از سال 1993 ماهی می است و این نوار تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. Отдельные регионы объявили, например, Гарбский район, там висело более 2-3 месяца, где-то в феврале, там был освобожден этот район, там висело исламское, как говорится, флаг и объявлено там исламское государство. То есть они не подчинялись никакого законного правительства, бесчинствовали, начали продолжать убивать мирных жителей. Конечно, с такими лидерами оппозиционных, конечно, не стоит ли сидеть за стол переговоров, потому что они должны после вот этого принятия закона отвечать перед законом своего народа за то, что они натворили против своего народа. Спасибо большое. کردن و یک اینترویو که در سال 1993 ماهی می در تلکانال استانکینو رحمانوف یک چند دقیقه اینترویو میده و این اینترویو را ما پیشکش شما گرداندیم و در اینجا میگه که یک اسلامیستا یا که همون حزبی که در تاجیکستان این حال ممنوع است نهضت اسلام هموا در وادی غرم رفتن، میگیم که یک حکومت یا که یک دولت ساختن و حکومت کنونی همون وقت را چیکار میکردن؟ آنها قبول نداشتن. و رحمانوف در اینجا گفت که چی؟ ما گفت چیکار میکنیم؟ ما گفت با اینها صلح نمیکنیم، یعنی که در یک میز نمیشینیم و همین گپا گفت. و سال 1994 خب اما ما و شما شاید حال هستیم رحمانوف چی شد؟ موفق شد، یعنی پرزیدنت قانونی جمهوری تاجیکستان شد و نوار میمونیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. امروز برای من لحظه‌های اولینی قدم‌های اولینی همچون با وظیفه رئیس جمهور است. در این وظیفه در این روزها برای من هم مشکل است، لیکن باوری دارم که با دستگیری خلق تاجیکستان ملت عزیزم از این روزهای سخت میبریم. من سر تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم
تا که باشم برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. اولین مراتبه مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو گشاده شد و ابدی خواهد ماند. و هموطنان عزیز، رحمانوف سال 1994 ماه نوامبر، تقریبا 28 سال پیش، رحمانوف چیکار کرد؟ کرسی پرزیدنتی رو به دست آورد و به قول خودش به طریق رفرندوم و چیکار کرد؟ در اینجا گفت که ما کوشش میکنیم که مردم جواجا میکنیم، جنگ جدال ها را از بین میبریم. و سال 1996 یک نوارگه بعد پرزیدنت شدن رحمانوف، سال 1996 یک نوارگه را پیشکش شما میگردونیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. امروز کی میگوید جواب میگیرد؟ نزد خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم؟ کی؟ شهر خوجند ولایت لیناباد رحمت پدر ارگان های ماموری با کی پیش را گرفتن و این پیروارات یراق تقسیم کرد از آبوای کم با سرداری گنرال ماماجان رو که حاضر گفته ایستادن. امنیست برای آن میگه که همه این یک جایه بودن، باید هم ولایت لیناباد ضبط میکردن، هم شهر ترسونزاده، هم ولایت ختلان و اینچنین در شهر دوشنبه این باید سر میزد. وکیلان محترم، از همه شما التجا میکنم، خواهش میکنم، تقدیر بی‌خطری دولت در خطر است. مقصد در دیگر جا است. این سازش ها در دیگر جا شدگی. ببینید در این نوار خود رحمانوف با همون یک نوار کوتاه به دست ما رسید. در این نوار وقتی که نافهمی ها با همون برادر کریموفش یا که آتای کریموفش نافهمی ها می شود و چکا میکند اینجا گویا که محمود خدایبردیوف چکا میکند یک شوریش میبردورد چی به منطقه ولایت همون وقتی لیناباد و ختلان رو بگیم که ترسونزاده و حساب و این گنرال یا که پلکونی بگیم محمود خدایبردیوف میخواست است که جمهوری تاجیکستان غصب کنه بگیرن و رحمانوف چیکار میکنه؟ چقدر گریه و زوره میکنه به همون دپوتات ها و همون نفرهایی که در همون سر حاکمیت بدن، میگه که خیلی دستگیری کنیم. و ما برمیگردیم بر همین سال با 1996 برای سازشنامه آماده کردن سازشنامه صلحشون، یعنی که رحمانوف چیکار میکنه؟ یک نوار پیشکش شما هموطنان عزیز میگردونیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبت خدمت. امروز ما مخالفین میگوییم ما چی ها نگفتیم، یکدیگر را سیاه میکردیم و امروز وقتی آن رسیده است که ما با مخالفین خود، با هموطنان خود، با برادران خود در سر یک میز چای می نوشیم، نان شکستیم، گفتگو داریم. اینم واقعی تاریخی است. اینم روزهای تاریخی با شرافت و تشبث جلالت مآب پروفسور برهان الدین ربانی است. هموطنان عزیز، رحمانوف یک نوار پیشتر موندیم. در اون نواری که اینترویو داد در تلکانال هستن کینو سال 1993 در اونجا گفت که ما با این اسلامیستا یا که با این حزبی ها و دیگر چیکار میکنیم؟ آنهایی که در وادی غرم چیکار کنن، یا کشور ساز کنن یا پرچم ساز کردن، ما با آنها سر یک میز نمیشنیم.
و پس معلوم می شود که این سخنایی که رحمانوف گفت در اونجا سال 1993 در نزد خواجه های خارجیش، چون که خواجه های خارجیش بفهمن و او را باور کنند و در اونجا چکار کرد و گفت که ما با اون نفرها میگم که سازشنامه یا که در یک سری میز نمیشنیم و این نواره که دیدیم خود رحمانوف چی میگوید دیگر هموطنای عزیز خلاصش حسنش در دست شما است و میگوید که خیلی بیا که بس کنیم صلح کنیم و رحمانوف صلح کرد، صلاح کرد و چکار کرد اویسته مخالفین خودش از بین برد و سال همه ما و شما خوب شاید حال هستیم سال 2015 چکار کرد مخالفین خود را متهم با تروریست اکستریمیست گفته برد، بعضیش محکم کرد، بعضیش از وطن به وطن کرد و بعضیش در اینترپول داد. و منظور من از این نوارها یا که قصه هایی که کردن بود این به منفیت این نسل جدید است که چون که نسل آینده بدونه این مکرهای رحمانوف، چون که میبینیم که رحمانوف بسیار دروغ میگوید که با افسانه قطعی دولت ساخته نمیشود یا که بسیار دروغ هایی که به امثال اونها میگوید و خودش میبینیم که امروز چی است دنبال رقص بازی و نمیدونم چی است، یعنی که این مخالفین خودش چکار کرد زد بیرون از سیاست های حکومت کرد و یک چند توده دزد اوباش در گرد خودش جمع کرد و دیگر خودش چکار میکند امروز دارد رقص بازی و تماشا و باقی در امان خدا باشد. صحبت طولانی نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.